Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. 7 اکتبر 1952 لنینگراد، اتحاد جماهیر شوروی. سومین فرزند خانواده پوتین به دنیا اومد، ولادیمیر. کمتر سیاستمداری تو دنیا اندازه ولادیمیر پوتین همزمان نماد ترس، قدرت و رمزآلودگیه. مردی که از خیابون‌های لنینگراد به کرملین رسید. حالا سرنوشت روسیه و بخشی از جهان تو دستشه. اما پشت این چهره سرد و محکم چه داستانی پنهان شده؟ لنینگراد شهری بود که هنوز زخمش از محاصره سخت آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم تازه بود. خانواده پوتین یه خانواده معمولی و کارگر بودن. پدرش کارگر کارخونه بود و قبلش هم توی نیروی دریایی شوروی خدمت کرده بود و مادرش خانه‌دار بود. قبل تولد ولادیمیر اونا 2 بچه دیگه هم داشتن، اما هر دو تو بچگی مردن. ویکتور برادر بزرگتر ولادیمیر بود که تو محاصره لنینگراد توسط آلمانیا به خاطر بیماری و گرسنگی از دنیا رفت. آلبرت برادر دیگرش هم تو بچگی به خاطر بیماری دیفتری فوت کرد و ولادیمیر کوچکترین و تنها بازمانده خانواده شد. پدر بزرگ پدری پوتین یه آشپز بود، اما نه یه آشپز معمولی. سالها برای افراد مهم شوروی آشپزی میکرد. حتی گفته میشه برای لنین و بعداً برای استالین هم غذا درست کرده بود. مادر بزرگ پدری پوتین تو دوران جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها کشته شد. پدر بزرگ مادری و مادر بزرگ مادری هم تو همون سالهای جنگ یا یکم بعد از اون فوت کردن. کودکی ولادیمیر تو آپارتمان کوچیکی گذشت، جایی که با خانواده‌های دیگه همخونه بودن. شرایطی که برای خیلی از مردم شوروی اون دوره عادی بود. پوتین تو کشوری به دنیا اومد که دین رسمی نداشت. اتحاد جماهیر شوروی دولتی بود که عملاً با مذهب مخالف بود و تبلیغ بیخدایی بخش جدا نشدنی سیاستش محسوب میشد. خیلی از کلیساها بسته یا تخریب شده بودند و مردم عادی هم معمولاً ایمانشون رو پنهانی حفظ میکردن. خانواده پوتین مثل خیلی از خانواده‌های روسی مخفیانه باورهای مذهبیشون رو نگه داشتن. مادر پوتین زن مذهبی بود. اعتقاد زیادی به مسیحیت ارتدوکس داشت و ولادیمیر رو به طور مخفیانه غسل تعمید داد. پدرش مذهبی نبود و بیشتر تحت تأثیر فضای رسمی شوروی قرار داشت، اما جلوی ایمان مادر و پسر رو هم نگرفت. به خاطر همین میشه گفت که توی خونه پوتین دین به شکل پنهانی ولی عمیق حضور داشت. این موضوع بعداً روی سیاست‌های پوتین تأثیر گذاشت. اون تبدیل شد به یکی از رهبرانی که دوباره کلیسای ارتدوکس روسیه رو به صحنه قدرت و هویت ملی روسا برگردوند. پوتین از همون بچگی خیلی پرجنب و جوش و شیطون بود. توی کوچه و خیابون لنینگراد همیشه وسط دعوا و بازی بود. به خاطر همین روحیه جنگجو خیلی زود جذب ورزش‌های رزمی شد. توی نوجوانی عاشق جودو شد. اونقدر تمرین کرد که تونست کمربند سیاه جودو رو به دست بیاره. این علاقه به ورزش هیچ وقت از بین نرفت. سالها بعد وقتی رئیس جمهور روسیه شد، باز هم جلوی دوربین‌ها جودو کار می‌کرد. پوتین همیشه ورزش رو بخشی جدا نشدنی از شخصیتش می‌دونست. کنار جودو، پوتین استاد سامبو هم هست که یه هنر رزمی روسیه‌ایه که شبیه کشتی و جودوه و پوتین هم تو این رشته مقامای ملی گرفته. پوتین مثل خیلی از بچه‌های شوروی از همون 6 سالگی رفت مدرسه. اون اوایل دانش آموز چندان موفقی نبود، اما کم کم پیشرفت کرد. تو همون دوران مدرسه به زبان آلمانی علاقه پیدا کرد و شروع به یادگیریش کرد.
بعد از گذراندن دوران مدرسه، پوتین تو سال 1970 وارد دانشگاه لنینگراد شد. رشته‌ای که انتخاب کرد حقوق بود. پوتین تو دوران شوروی بزرگ شد، دورانی که عضویت تو حزب کمونیست برای پیشرفت کردن اجباری بود. وقتی وارد دانشگاه لنینگراد شد، مثل خیلی از دانشجوهای دیگه عضو حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شد و تا سال 1991 یعنی فروپاشی شوروی رسما کارت عضویت حزب داشت. پوتین بعداً گفت من عملاً هیچ وقت به ایدئولوژی کمونیسم ایمان نداشتم. فقط عضویت در حزب برای کار و زندگی در شوروی ضروری بود. تو دانشگاه برعکس مدرسه دانشجوی موفقی بود. نمره‌اش خوب شد و بیشتر وقتش رو روی دروس مرتبط با حقوق بین الملل گذاشت و به زبان آلمانی هم ادامه داد تا جایی که تسلط پیدا کرد. بعد از فارغ التحصیلی پوتین مستقیما جذب کاگبه شد. اواسط دهه 80 پوتین به آلمان شرقی فرستاده شد، جایی که اون زمان هنوز تحت نفوذ شوروی بود. شهر محل مأموریتش درستن بود. اونجا با نام پوششی کار میکرد و مسئول ارتباط با مقامات محلی و جمع‌آوری اطلاعات از غربیا بود. تو همون دوران بود که پوتین ازدواج کرد. لودمیلا زنی تحصیل کرده و اهل لنینگراد بود. اونم علاقه‌مند به زبان و فرهنگ بود و در رشته زبانشناسی و ادبیات درس میخوند. حاصل این ازدواج 2 دختر به نامهای مارینا و کاترینا بود. پوتین یه زندگی ساده تو درستن فراهم کرد. یه آپارتمان کوچیک، زندگی خانوادگی آروم، اما کار پر از رمز و راز. وقتی دیوار برلین تو سال 1989 تخریب شد، آلمان شرقی سقوط کرد و شرایط سختی برای مامورای شوروی پیش اومد. پوتین تا لحظه آخر مشغول سوزوندن مدارک محرمانه بود تا دست آلمانیا و غربیا نیفته و بعدش به شوروی برگشت. یکی از آدم‌های کلیدی تو زندگی ولادیمیر پوتین آناتولی سوبچاک بود. سوبچاک از استادای مهم پوتین تو دانشگاه بود که بعداً مسیر زندگی پوتین رو کاملاً تغییر داد. سوبچاک شخصیت کاریزماتیکی داشت و بعد فروپاشی شوروی توی سال 1991 شهردار سن پترزبورگ یا همون لنینگراد سابق شد. تازه اینجا بود که مسیر پوتین و استاد قدیمیش دوباره به هم گره خورد. پوتین که بعد از سالها به لنینگراد برگشته بود، توسط سوبچاک به کار تو شهرداری دعوت شد و به عنوان مسئول روابط خارجی شروع به کار کرد. بعدها وقتی مخالفای سیاسی سوبچاک میخواستن علیهش پرونده درست کنن، پوتین با وفاداری کامل ازش دفاع کرد. حتی سال 1997 که سوبچاک مجبور شد روسیه رو ترک کنه، پوتین پشت صحنه بهش کمک کرد تا از کشور خارج بشه. توصیه‌ها و ارزیابی‌های سوبچاک باعث شد که پوتین به کرملین معرفی بشه. تو همین دوره بود که بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه متوجه شخصیتی مثل پوتین شد. بعد از اینکه پوتین تونست اعتماد سوبچاک و یلتسین رو جلب کنه، اوایل دهه 90 به مسکو رفت تا توی کرملین کار کنه. اول به عنوان مشاور رئیس جمهور و بعدش معاون ریاست اداری کرملین منصوب شد. وظیفش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی، نظارت روی پروژه‌های اجرایی و مدیریت مسائل حساس سیاسی و امنیتی بود. معاونت کرملین نقطه‌ای بود که پوتین از یک مأمور امنیتی و مشاور حقوقی به یک شخصیت کلیدی در قدرت سیاسی روسیه تبدیل شد. بعد از تجربه موفق پوتین تو کرملین، یلتسین اونو تو سال 1999 به سمت دبیر شورای امنیت روسیه منصوب کرد. شورای امنیت روسیه جای خیلی مهمی بود. به عنوان دبیر شورا، پوتین نقش اصلی تو تصمیم‌گیری‌های استراتژیک داشت و با تمام بخش‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیت کشور در ارتباط بود.
پوتین اواسط سال 1999 توسط رئیس جمهور یلتسین به سمت نخست وزیر روسیه منصوب شد. آخر سال 1999 بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه به طور ناگهانی اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری میکنه. یلتسین که به پوتین اعتماد کامل داشت، اونو رئیس جمهور موقت روسیه کرد. سمت رئیس جمهور موقت به پوتین اجازه داد که ساختارهای کلیدی دولت، نیروهای امنیتی و سیاستهای ملی رو مدیریت کنه. پوتین تصویر یه رهبر قاطع و کارآمد رو به نمایش گذاشت. برای همین خیلی زود محبوبیتش بین مردم زیاد شد. پوتین تو مارس 2000 تو انتخابات رسمی ریاست جمهوری روسیه برنده شد و رسما رئیس جمهور شد. پیروزی توی این انتخابات براش کار سختی نبود. تو دوره اول ریاست جمهوریش پوتین سعی کرد قدرت استاندارا و شهردارا رو کم کنه و قدرت رو به مرکز منتقل کنه. و بعدش مشغول سرکوب کردن شورش چچنا شد. با افزایش قیمت نفت و گاز اقتصاد روسیه رو به بهبودی رفت و محبوبیت پوتین از چیزی هم که بود بیشتر و بیشتر میشد. یکی از مهمترین کارهای پوتین معاهده بین‌المللی کنترل تسلیحات هسته‌ای با آمریکا بود که هدفش محدود کردن رقابت تسلیحاتی بود. پوتین با این کارا سعی میکرد خودش رو توی دنیا آدم خوبه داستان نشون بده. از ابتدای دوران ریاست جمهوریش پوتین به اهمیت چین به عنوان همسایه بزرگ و قدرت جهانی پی برده بود. روابط روسیه و چین تو زمان اون به همکاری اقتصادی، نظامی و سیاسی متمرکز شد. این همکاری‌ها به تقویت جایگاه هر دو کشور در مقابل نفوذ غرب کمک کرد. روابط پوتین با چین در واقع ستون مهمی از سیاست خارجی و امنیتی روسیه شد. تو سالهای نخستین پوتین با جورج بوش روابط نسبتاً دوستانه‌ای داشت. روسیه به عنوان شریک در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 همکاری کرد. با گسترش ناتو به شرق اروپا و دخالت آمریکا تو کشورهای نزدیک روسیه، پوتین سیاست محافظت از منافع امنیتی روسیه رو در پیش گرفت و روابط آمریکا و روسیه سرد و سردتر شد. یکی از مهمترین بحران‌های دوره اول ریاست جمهوری پوتین فاجعه زیردریایی اتمی کورسک بود. اوت 2000 زیردریایی هسته‌ای روسیه به نام کورسک دچار حادثه شد و همه 118 سرنشینش جون خودشون رو از دست دادن. این حادثه اولین آزمون بزرگ پوتین به عنوان رئیس جمهور بود. انتقادها به این بود که پوتین تو ساعات اولیه به جای حضور فوری و مدیریت بحران به کارهای دیگه‌ای مشغول بوده. خانواده‌های قربانی‌ها و رسانه‌ها این رفتارها رو نشونه کم توجهی می‌دونستن. بعد از فشار عمومی پوتین بالاخره دستور داد عملیات نجات و بررسی علت حادثه انجام بشه. هرچند این حادثه انتقادایی رو متوجه دولت کرد، اما آسیب جدی به محبوبیت پوتین نزد. توی مارس 2004 پوتین برای دومین بار انتخابات رو برد. پوتین حالا محبوبتر، با تجربه‌تر و با نفوذتر هم شده بود. تو دوره دوم شروع کرد به محدود کردن احزاب مخالف و رسانه‌های منتقد و به بهونه وحدت سیاسی درگیر جنگ دوم چچن و مبارزه با شورشی‌ها شد و نیروهای امنیتی و نهادهای ضد تروریستی رو تقویت کرد. سرمایه‌گذاری تو انرژی، زیرساخت‌ها و صنایع استراتژیک رو بیشتر کرد و بدهی‌ها رو کاهش داد. افزایش نفوذ روسیه در سازمان‌های بین‌المللی رو بیشتر کرد و روسیه رو به یه بازیگر مهم تو جهان تبدیل کرد. پوتین نفوذ روسیه رو تو مناطق مختلف جهان، مخصوصاً خاورمیانه، زیاد کرد. از سفر به اسرائیل تا تقویت ارتباط با تهران،
پوتین به دنبال ساخت چهره‌ای از روسیه بود که همه جا نفوذ داره. سپتامبر 2004 یکی از بدترین فجایع دوران ریاست جمهوری پوتین رخ داد. حمله تروریستی به مدرسه‌ای در بسلان، جنوب روسیه. 1100 نفر شامل کودکان و والدینشون در مدرسه بسلان حضور داشتند. گروهی از شورشیان مسلح چچن مدرسه رو تصرف کرده بودند. بعد از عملیات‌های نیروهای ویژه روسی اوضاع خوب پیش نرفت. طبق آمارهای دولتی 334 نفر کشته شدند که 186 کودک بینشون بود و البته صدها زخمی. پوتین به سرعت وارد بحران شد و روی عملیات نیروهای امنیتی و هماهنگی امدادگران نظارت کرد. این حادثه باعث شد که تمرکز بیشتری روی امنیت داخلی و مقابله با تروریسم داشته باشه. از محدودیت‌های بیشتر روی آزادی رسانه‌ها و احزاب مخالف به بهانه امنیت گرفته تا تقویت نهادهای امنیتی فدرال و افزایش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی. پوتین آخرین موضوع رو جوری چرخوند که ازش تصویر یه رهبر قاطع مبارز با تروریسم تو ذهن مردم شکل بگیره. تو مارس 2008 دومین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین هم تموم شد. طبق قانون اساسی روسیه اون نمیتونست برای سومین دوره متوالی نامزد شه. پس پوتین یکی دیگه از کارتاش رو کرد. دیمیتری مدودف، معاون و متحد نزدیک پوتین نامزد شد و رأی آورد. پوتین با حفظ نفوذ و جایگاه به سمت نخست وزیری روسیه منصوب شد تا همچنان قدرت تو دستش باشه. مدودف سیاست‌های کلیدی پوتین رو پیش می‌برد و پوتین به عنوان نخست وزیر همچنان قدرت اجرایی و نفوذ خودش رو حفظ کرد. مدودف با تصویب قوانین و پروژه‌ها مسیر پوتین رو برای بازگشت به ریاست جمهوری در سال 2012 رو هموارتر کرد. توی دوره مدودف هم رشد اقتصادی و ثبات مالی روسیه ادامه داشت. همکاری‌های نزدیک تو سیاست خارجی به ویژه روابط با چین، غرب و خاورمیانه هم زیر نظر پوتین انجام می‌شد. در واقع مدودف نقش رئیس جمهور رسمی رو داشت، اما پوتین همچنان محور اصلی قدرت و تصمیم‌گیری در روسیه بود و این استراتژی پایه‌ای برای دوره سوم ریاست جمهوری شد. پوتین تو همون دوره نخست وزیری هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. اون دستور داد بانک‌های روسیه کمک مالی و نقدینگی لازم دریافت کنند تا از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری بشه. همچنین تونست اثرات بحران اقتصادی جهانی رو کاهش بده و محبوبیت خودش رو بالا نگه داره. اما دوره مدودف اینقدر با آرامش همراه نبود. جنگ روسیه و گرجستان تو اوت 2008 رخ داد که به عنوان جنگ 5 روزه شناخته میشه. ماجرا از تنش‌های قدیمی سر دو منطقه جدایی طلب شروع شد. گرجستان میخواست کنترل این مناطق رو پس بگیره. 7 اوت 2008 ارتش گرجستان حمله به تیسخینوالی رو شروع کرد. روسیه هم خیلی سریع وارد عمل شد و با قدرت نظامی سنگین وارد گرجستان شد. ظرف چند روز ارتش گرجستان شکست خورد. روسیه استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا رو به رسمیت شناخت. چیزی که هنوز بیشتر کشورهای جهان قبول نکردند و گرجستان روابط دیپلماتیکش با روسیه رو قطع کرد. مارس 2012 پوتین با حدود 63% آرا برنده شد و به ریاست جمهوری برگشت. تو دوره سوم ریاست جمهوری پوتین به نظر می اومد پوتین یکم دیکتاتورتر شده باشه. وضعیت آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران از چیزی هم که بود بدتر شده بود. چندین روزنامه‌نگار به قتل رسیدن یا مفقود شدن. سانسور تو رسانه‌ها بیشتر شد و نقد مستقیم به دولت کمتر. ناآرامی‌های سیاسی تو اوکراین و سقوط رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ نگرانی روسیه از نزدیکی اوکراین به غرب و ناتو رو بیشتر کرد. فوریه 2014
پوتین نیروهای خودش رو وارد کریمه کرد و اونجا رو اشغال کرد. این ورود نظامی بدون مقاومت و درگیری خاصی بود. سپس تو مارس 2014 یه رفراندوم تو کریمه برگزار شد و به ادعای روسیه اکثریت مردم رأی پیوستن کریمه به روسیه رو دادن. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل حسابی عصبانی شدن و اقدامات روسیه رو محکوم کردند. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه روسیه وضع شد و تنش شدیدی تو روابط شرق و غرب پیش اومد. الحاق کریمه محبوبیت پوتین تو داخل روسیه رو به شدت افزایش داد و در خارج به شدت کاهش داد. تو دوران سوم ریاست جمهوری یکی از محورهای مهم سیاست خارجی پوتین بحران سوریه و حمایت از بشار اسد بود. روسیه از طریق شورای امنیت سازمان ملل مانع از تصویب قطعنامه‌هایی علیه حکومت سوریه میشد. پشتیبانی نظامی هم شامل فروش سلاح، مشاوره و ارسال تجهیزات نظامی به دولت سوریه بود. سپتامبر 2015 روسیه شروع به حملات هوایی علیه مخالفان دولت سوریه کرد. روسیه می‌خواست خودش رو بازیگر اصلی تو خاورمیانه کنه و از نفوذ بیشتر آمریکایی‌ها جلوگیری کنه. مداخله روسیه در سوریه به تقویت تصویر پوتین به عنوان رهبر مقتدر و تصمیم گیرنده جهانی کمک کرد. پوتین تا آخر پای رژیم اسد وایساد و حتی بعدها که اسد سقوط کرد روسیه اونو به کشورش پذیرفت. حاشیه مهم روسیه تو سال 2016 مداخله ادعا شده روسیه تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. آمریکا ادعا کرد روسیه با حملات سایبری و هک ایمیل ها از سرورهای حزبی و سیاسی، انتشار اطلاعات و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از برخی از نامزدها از طریق کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند تو انتخابات دخالت کرده. هرچند که روسیه هیچ وقت قبول نکرد و ادعای آمریکایی‌ها هم ثابت نشد. مارس 2018 و یکی از تکراری ترین خبرهای روسیه، پوتین دوباره تو انتخابات پیروز شد و وارد 4مین دوره خودش شد و 3 ماه بعدش هم جام جهانی 2018 توی روسیه انجام شد. تو دوره 4 پوتین سرویس‌های امنیتی و نهادهای انتظامی رو تقویت کرد و اصلاحات قانونی هم با کمک مجلس فدرال روسیه انجام داد. اصلاحاتی که با توجه به اونا سوابق ریاست جمهوری قبلی پوتین دیگه در نظر گرفته نمیشد و پوتین عملاً میتونست به غیر دوره کنونیش 2 دوره 6 ساله دیگه رو هم رئیس جمهور بمونه. یعنی عملاً تا سال 2036 پوتین بقای حکومت خودش رو تضمین کرد. احتمال پیوستن اوکراین به ناتو یکی از خط قرمزهای روسیه محسوب میشد. سال 2022 روسیه نیروهای عظیمی در مرز اوکراین مستقر کرد. مذاکرات دیپلماتیک بین روسیه و غرب به نتیجه نرسید. در واقع غربی‌ها با استفاده از دولت زلنسکی می‌خواستن فشار رو روی روسیه بیشتر کنن. زمزمه‌های پیوستن اوکراین به ناتو چیزی بود که پوتین رو خیلی عصبی می‌کرد. پوتین تهدید به حمله به اوکراین رو می‌کرد، اما غرب زیاد جدی نمی‌گرفت. شاید اونا فکر می‌کردن با توجه به فشارهای جهانی پوتین دست به همچین ریسکی نمیزنه. فوریه 2022 پوتین اعلام عملیات ویژه نظامی کرد و روسیه رسما به اوکراین حمله کرد. غرب سریع واکنش نشون داد و تحریم‌های شدیدی علیه روسیه وضع کرد و از فروش اسلحه‌های پیشرفته تا وام‌های هنگفت به اوکراین کمک کرد. اما پوتین هم بیدی نبود که با این بادا بلرزه. تا ژوئیه 2025 نیروهای روسی حدود 18.5% از خاک اوکراین رو تحت کنترل دارن و میلیون‌ها اوکراینی آواره شدن. بعد پیروزی دونالد ترامپ تو انتخابات آمریکا اون تلاش‌های زیادی کرد تا جنگ روسیه و اوکراین رو یه جوری تموم کنه یا حداقل اینجوری وانمود کرد. اما تا این لحظه هیچ خبری از پایان این جنگ نیست. ولادیمیر پوتین مردیه که از دل فروپاشی شوروی برخاست.
بیشتر از دوده هست که اسمش با قدرت، چالش و مناقشه گره خورده. اون تونست روسیه‌ای ضعیف و سردرگم و دوباره به یه بازیگر اصلی تو معادلات جهانی تبدیل کنه. نزدیکی به چین، پیوند استراتژیک با ایران، امضای پیمان دفاعی با کره شمالی، همه نشون میده پوتین چقدر سعی داره جلوی نفوذ غرب رو توی دنیا بگیره. تحریما، جنگ اوکراین و شکاف عمیق با اروپا و آمریکا پرسش‌های بزرگی درباره آینده روسیه ایجاد میکنه. اما پوتین تا حالا نشون داده آدمیه که میشه روی موفقیتش شرط بست. اینکه تو آینده چه اتفاقاتی برای پوتین رخ میده زیاد مهم نیست. مهم اینه که اون تا همین الانش هم یکی از مهره‌های مهم تاریخه.